اینجا جاده هرازه، محدوده تونل وانا. با من بیایید تا یه چیز خیلی جالب رو نشونتون بدم. دقیقاً 150 سال پیش، یعنی سال 1252 شمسی، ناصرالدین شاه دستور بهسازی مسیر لاریجان یا همون جاده هراز رو میده، طوری که 2 عرابه بتونن از کنار هم رد شن. این پروژه 5 سال طول میکشه، یعنی تا سال 1257. و به یمن پایان این پروژه، این کتیبه زیبای 8x4 متری منقش به تصویر ناصرالدین شاه و 10 نفر از مقاماتش به همراه اشعاری در مدح شاه و دستور ایشون برای مرمت این جاده دیده میشه.